خیلی وقتها به امتحان دیکته فکر میکنم. اولین امتحانی که در کودکی با آن روبرو شدم. چه امتحان سخت و بی‌انصافانه‌ای بود. امتحانی که در آن نادانسته های کودکی بی‌دفاع مورد قضاوت بیرحمانه دانسته های معلم قرار می گرفت. امتحانی که در آن با غلط هایم قضاوت می شدم، نه با درست هایم. اگر 10 صفحه هم درست می نوشتم، معلم به سادگی از کنار آنها می گذشت، اما به محض دیدن اولین غلط دور آن را با خودکار قرمز جوری خط می کشید که درست هایم رنگ می باخت. جوری که در برگه امتحانم آنچه خودنمایی می کرد غلط هایم بود. دیگر برای خودم هم عادی شده بود که آنچه مهم است داشته ها و توانایی هایم نیست، بلکه نداشته ها و ضعف هایم است. آن روزها نمی دانستم که گرچه نوشتن را می آموزم، اما بعدها وقتی به خواهر کوچکترم دیکته می گفتم، همان گونه قضاوت کردم که با من شد و حتی بدتر. آنقدر سخت دیکته می گفتم و آنقدر ادامه می دادم تا دور غلط‌های خواهرم خط بکشم. نمیدانم قضاوت‌های غلط با ما چه کرد که امروز از کنار صفحه مهربانی دیگران می‌گذریم، اما با دیدن کوچکترین خطا چنان دورش خط می‌کشیم که ثابت کنیم تو همانی که نمی‌دانی که نمی‌توانی. کاش آن روزها معلمم چیز مهمتری از نوشتن به من می‌آموخت. این روزها خیلی سعی می‌کنم دور غلط‌های دیگران خط نکشم. این روزها خیلی سعی می‌کنم که وقتی به دیگران می‌اندیشم خوبی‌هایشان را ورق مرور کنم.